اینجا کوچه رحمان‌نبیف شهر خوجند است. این کوچه در نزد ساحل دریای سیر واقع می باشد. صفیه خان 9 ساله محض از همین کوچه ناپدید گردید. 2 روز می شود نجات دهندگان کارهای جستجویی را ادامه می دهند. دخترک سنه 7 فوریه ساعت 3:30 از خانه برآمده بی‌درک گردیده است. پدرش سید اعظم خان رحمتوف میگوید که دخترش از آب می ترسید. از این رو بدون اجازه وی به دریا وارد نمی شد. اما حالا از کجا پیدا کردن سراغ فرزند خرده‌اش را نمی‌داند. دخترم مکتب آمده لب دریا باز کرد بینام نشان گم. من دور از این کفته فلک فارم. هیچ خیلی نکرد. خبری نیست. درست کارمندان ملیسه MCS کمکی از دستشون همه چی یاری کردن. افسوس که خبرهای نیست. از مکتب خانه آمده کرودکشه کشته پاپکشه مونده لبی دایره فرامدگی سیام کاش کامل همسایه براش دیدیم در اونجا برامده یک ضعیف کام میزنن با گشته در اونجا کرودکشه طرف خانم بیاد لازم بینام نشان. نجات دهندگان بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند دوام 2 روز است که دریای سیر را می‌جویند، زیرا منزل استقامتی عائله رحمتوف به دریا نزدیک میباشد. کارهای جستجویی هم زیر آب و هم روی زمینی ادامه میکند. نجات دهندگان ابراز می‌دارند که روز گذشته کارهای کفتوکویی را تا سرحد حدود ناحیه باباجان غفوروف ادامه دادند، اما بی نتیجه است. کارهای غواصی زیر آبی و روی آبی امروز هم 2 مرتبه تا ماست خطای رفته آمدیم. حاضر بعد از عبید با یک بار دیگر میفرویم کارهای روی آبی کردی کافته غواصان را سعی دادیم 2 مرتبه 3 مرتبه لیکن حالی نتیجه نیست. امروز کارهای جستجویی غواصان تا ناحیه جبار رسولوف ادامه میکند. برای کافتوکوی دخترک 9 ساله ساکنان سرجمعانه حتی با استفاده از اسب او را میجویند. مردم و پیوندانش امید و باور دارند که صفیه خان زنده و سلامت پیدا میگردد. امروز سنه 9 فوریه نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده تا حدود ناحیه جبار رسولوف کارهای جستجویی را ادامه می‌دهند که آن بیش از نزدیک 10 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. جستجویی هم در داخل آب هم از روی آبی جریان دارد، اما دخترک 9 ساله را هنوز پیدا نکردند. صفیه خان رحمت و خواننده صنف 3 در گیمنازیوم رقم 1 است. راهبر صنفش میگوید که سنه 7 فوریه صفیه در درس اشتراک داشت و فعال بود. در صنف حالتهای ناگوار به مثال مناقشه و یکدیگر نفهمی به میان نآمده است. تا رفتن از مکتب حالت دخترک خوب بود، میگوید آموزگار صفیه. حالت صفیه بود و دخترکی با آداب با بهای خوب و اعلا میخواد به همه کارهای جمعیتی فعال بود. همون روز آمد درس‌ها فعال اشتراک کرده، درس‌ها جواب داده، با آغاش گرفته برفت. با یگان کوهی ندیدیم حالتی روح افتاده دیدگی اما نه دوگانه آشکی نقص بازی کرده خوش خورسندی که خانشان برفت. ساعت 11 سینده درسمو تمام شد. من برآورده گسیل کردم برآمده رفت. ناپدید شدن یک خواننده مکتب در حدود شهر خوجند باعث به سر و صداهای زیاد گردید. هنگامه‌ها در شبکه‌های اجتماعی وابسته به این موضوع گوناگون پهن گردیدند و هنوز خبرهای بردروغ پهن می شود. نوار آخرین از خانه برآمده رفتن صفیه را کامرای نظارتی ثبت کرده است. پدرش میگوید صفیه خان در پایش پای افزایی بهارانه داشت. حالت روانی دخترتان چه بود؟ آرام بود. آرام. وقتچاق، دلبر، دلسوز. دست پروردگار هیچی گفته نمیتونم. امروز 2 ساعت شد. امید به امید نغزی پاشکه در اونده بیاد عجایب. صفیه خان در عائله رحمت ها از همه فرزند خورده است. در مکتب نیز تحصیل خوب داشت. امروز برای پیدا کردن وی نه تنها مقامات های مخصوص و نجات دهندگان بلکه مردم نیز کمک میکنند تا صفیه خان سلامت به خانه برگردد. گزارش مفنوشکور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.